من اومدم چون امروز دشمن نخواست که ما بیایم. به عشق پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی و به عشق حضرت آقا اومدم. امروز میخوام به دشمنان اینو اعلام کنم: خانه وطن ایران آزاد، همواره خرم باشی و شاد، عکس شهیدان مانده جاوید، همواره خورشید تو تابان، ای آسمانت پر ستاره، ای میهن پاک شهیدان. و به افتخار عشق رهبرم، به عشق حضرت آقا، امروز میخوام به دشمنان بگم، این اغتشاشگران که اهانت کردن به ساحت مقدس رهبر عزیزم، امروز میخوام بگم ای که داری در دلم خانه علی، کوری چشمان بیگانه علی، ای خمینی را یگانه یادگار، ای برای هر بسیجی افتخار، هدیه سوی شهیدانی علی، تو فروغ نور چشمانی علی، عشق تو در سینه هامون ماندنیست، حرف اول حرف آخر یا علیست، ای فدای چهره چون ماه تو، میکند خانه خرابم آه تو، وای از آن روزی که آهت بشنوم، آخر از مرز جنون رد میشوم، هر که در راه نفاق با ولیست، دشمن منفور مولایم علیست، آری این دلبر ز نسل آن ولیست، اصل و نسبش همچنان سید علیست، نه علی تنها نمانده در میان، نه ندارم من مرام کوفیان، نه مرام کوفه در ما مانده است، نه علی در صحنه تنها مانده است.